در محله بیناکاری مرکزی شهر رسمی کشاده لوحه یادگاری و نامگذاری نمودن نام کوچه به نام بیناکار خدمت نشانداده جمهوری تاجیکستان عبدالعزیز ریشایف صورت گرفت. در برآمد معاون رئیس شهر جعفر خواجه حیدرزاده از جمله گفته شد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی‌هایشان بارها تاکید می‌سازند که زندگی نامه هر یک شخصیت‌های معروف تاجیکستان یک مکتب تجربه حیات می باشد. آموزش حیات و فعالیت آنها در تربیت احساس نجیب وطن دوستی، صداقت و خدمت به وطن و خودشناسی ملی ضرور است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان نیز در برابر ارجگذاری به شخصیت بزرگمردان ملتمان و آموزش عمیق و همه‌جانبه آثار آنها وظیفه‌دار است که میراث جاویدانی را به خاطر تربیت نورسان و جوانان در روحیه بشردوستی و انسانپروری، وطنخواهی و وطنداری، علم و هنر آموزی و اخلاق حمیده استفاده نماید. تاکید گردید که در این جهت پرده برداری نمودن از لوحه یادگاری شخصیت سازنده و بنیادکار بیناکار خدمت نشانداده جمهوری تاجیکستان، عضو اتفاق معماران تاجیکستان، سابق سرور شرکت ساختمانی بیناکار شادروان عبدالعزیز ریشایف در حیات اجتماعی و فرهنگی شهر اصفهان رویداد واقعا خاطرمان می باشد. سپس در وضعیت تنتنوی با اشتراک مهمانان، خویشان و پیوندان و نزدیکان عبدالعزیز ریشایف پرده از روی لوحه یادگاری برداشته شد. در روند چاره‌بینی مذکور همچنین خادم نمایان دولتی و جمعیتی میرزا شریف اسلامیدینов، نویسنده داداخان ایگمزاد و سابق کارمند شرکت ساختمانی بیناکار جورابای شاکرов برآمد نموده تاکید داشتند که به تصویب رسیدن قرار مجلس وکیلان خلق شهر اصفهان اوید به گرامی داشت خاطره نیک این مرد قوی اراده و مبارز، تشکیلاتچی با مهارت، فدایی و نیکسرشت، سابق سرور شرکت ساختمانی بیناکار شادروان عبدالعزیز ریشایف و نامگذاری شدن یکی از کوچه های محله بیناکار مرکزی شهر خود دلیل قدرشناسی مهنت صافدلانه و پرثمر و خدمت های شایسته و شایان او است. شادروان عبدالعزیز ریشایف سال 1951 در دهه واروخ شهر اصفهان چشم به عالمی هستی گشودند. مفصوف ختم کرده دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان بوده فعالیت مهنتیشان را سال 1973 همچون آموزگار تکنیکوم ساختمانی ناحیه ظفرآباد آغاز نمودند. دوام سالهای 1975-1978 به حیث اوستا سردار شعبه تکنیکی اداره ساختمانی رقم 29 شهر اصفهان پرمحصول کار کردند. ابتدا از سال 1978 تقدیر و سرنوشت و فعالیت سازنده عبدالعزیز ریشایف به اداره سیار مکانیکانیده شده بین خواجگی شهر اصفهان پیوست گردیده سالهای 1978-1984 در وظیفه سرمهندس ثمرآور کار کردند. شروع از سال 1984 تا به آخرین لحظه های عمر مفصوف سروری این تشکیلات با نفوذ و معروف ساختمانی را که سال 1990 به شرکت ساختمانی بیناکار تبدیل نام کرده است موفقانه به ذمه داشتند. سالنامه شرکت بسیار رنگین بوده. در مجموع شماره انشاءات‌های دوام 55 سال بنیاد نموده بیناکاران شرکت بیش از 720 عدد را تشکیل می‌دهد که تعداد زیادش به زمان سروری شادروان عبدالعزیز ریشایف ارتباط دارد. مفصوف در بنیاد صدها انشاءات‌های معماری و استحصالی، فرهنگی و معارف از جمله سلسله انشاءات‌های آسایشگاه زمرد و بیمارخانه مرکزی شهر سهمی شایسته دارند. تنها ذکر آن کافی است که برای کامیابی و دستاوردهای نظررس استحصالی تشکیلات ساختمانی مذکور تحت سروری عبدالعزیز ریشایف بارها به گرفتن بیرق سرخ سیار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، شورای وزیران اتحاد شوروی شرفیاب گردیده است. جام قهربا که برای صاحبیت به آن بیناکاران دهات 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی تلاش داشتند برای ظفرهای پی در پی مهنتی دوام نزدیک 10 سال به طور دائمی به شرکت ساختمانی بیناکار داده میشد که این ثمره فعالیت پرمحصول سروری عبدالعزیز ریشایف بود.